هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، آن روز خواهد آمد، آره آن روز خواهد آمد که پرده های غیب رو از پیش دیدگانت کناره میزنند. ملک الموت با هیبت برای قبض روی تو فرود می آید. آره به آن لحظه بیاندیش که چون پلک های چشمانت برای ابدی بسته شوند، جسد بیجان و به حرکت تو رو برای شستن ببرند. آن روز تو هیچ قوه و قدرت بر جسدت نخواهی داشت، دیگران تو را میشویند. آن روز خواهد آمد که تو را کفن بپوشانند، لباس های زیبایت را از بدنت بیرون کنند و تو را در چقری تنگ و تاریک داخل قبر یعنی لحد بگذارند. راستی آن روز روشنی را فراموش کنی که حتی روزنه ها و سوراخی های خرد را با خشت و گل میبندند. دوستان، برادران و حتی همسر عزیزت که در تمام سختی ها با تو همراه بود، تو را تنها خواهد گذاشت. حتی از قبر و جسد تو میترسند. پس از آن که قبر تو را به خاک پر کردند، همه با زبانهایشان میگویند که خدا رحمتش کند. تو میمانی و تنهای قبر. تو خواهی بود و عملهایت. تو هستی منکر و نکیر، تو هستی و تو. پس از آن چند روز فاتحه خوانی، حتی در همان روزهای فاتحه خوانی که برای روی مرحوم تو انجام میدهند، از تقسیم مال تو سخن خواهد بود. بعد از آن تو را فراموش خواهند کرد. اما تو اکنون به حال و عملهای خود گرفتار هستی. آنجا آتش سوزان را خواهی دید یا باغ‌های سرسبز و خرم را. اگر بد باشی آنجا گریان هستی. و تو خواهند گفت که این را با دست خود کاشته ای. اما اگر خوب و نیکو باشی آنجا سعادتمند هستی. راستی آن روز خدا را چی جواب خواهی داد وقتی که از عمر تو سوال شود؟ بر آن زبانت که آنجا بر ضد تو گواهی میدهد. آره آن روز خواهد آمد، مرگ خواهد آمد و تو را علاج و درمان طبیب نجات نخواهد داد. گریه دوستان و خانواده نیز کار نخواهد کرد. بیدار شو که ساختمان، پول، عیش و نشاط سد راه این مرگ نخواهد شد. شاید فردایی نداشته باشی، چی میدونی که این کتاب را تمام نکرده بمیری. به سوی کارهای خیر و طاعت بشتاب. قرآن نور و روشنی قبر است. نماز راه سعادت و خوشبختی است. بر بینوایان بخشش نما که در بانک آخرت از ذخیره خواهد شد. چقدر میخوای زندگی کنی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ پس از آن چی؟ پس از آن مرگ و فنا شدن است، یعنی نابود شدن است. پس از آن باز قیامت است. آنگونه که ملک الموت بر بالین دیگران آمد و تو شاهد جان دادن آنها بودی، بدان که فردا بر بالین تو خواهد آمد. زندگی هر قدر ادامه داشته باشد با مرگ پایان میپذیرد. همه خواهند مرد، صالحان، فاجران، متقیان، گناهکاران، پهلوانان، ناتوانان، دلیران و ترسوها، دوستان دنیا و دوستداران آخرت، صاحبان همت و بلند و بهمتان، همه و همه خواهند مرد. کل من علیها فان، سوره رحمن آیت 26. هر نفس صاحب روح فنا شونده است. کل نفس ذائقة الموت، سوره آل عمران آیت 185. هر نفس خواهد نخواهد چشنده مرگ است. ای غافل، پس بیا بنگر که همگان به سوی او باز میگردند، اما تو غافل هستی. غیر از تو دیگران راه توبه را پیش گرفتند و تو باز هم تکبری میکنی. تکبری با چی کسی؟ با پروردگارت، با او که تو را از نیستی خلق کرد. بر نمازی که نمیخوانی، به عملهایی که سر و پا ریا و خودنمایی است، بر روزه‌ات که سحرش با حرام و افطارش با غیبت است، با اظهار محبت که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنی ولی به سنت هایش عمل نمیکنی، با دعایی که بر زبانت جاری میکنی ولی به قلبت نمیرسد. با کی تکبری میکنی؟ با خدا. پس این را بدان که حریفت خیلی عظیم و قدرتمند است. انتظار باش. دوستانی، من سخن را همینجا به پایان میرسانم. تا نوارهای دیگر الله میداند با شما باشم یا نه. و اخیر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.